وقتی که یک حکومت دست به پیرمرد میزند، دست به خانوم میزند، دست به طفل میزند، تحقیر میکند، گروگان میگیرد، حبس میکند، منع میکند، این معنی آن را دارد که این حکومت حکومتی ترسو است. این حکومت با جوان مردم دیگر سر و کار کرده نمیتواند. دستش زورش فقط به زن و بچه و به پیرمرد و ناتوان میرسد. پس شما قوی ترید، چون که شما دست به جنایت نمیزنید، دست به تحقیر خانواده و فرزندان و زن و کودکان آنها نمیزنید، دست به تحقیر شخصیت آنها نمیزنید، دست به مصادره و غصب کردن مال و ملک آنها نمیزنید، آنها را حبس نمیکنید، نمیکشید، شما فقط حق خود رو میخواهید. پس شما قوی ترید طبق این آیه کریمه. اما همونطوری که گفتم واقعا این ضربه سنگین بود، بخصوص از دست دادن بهترین نفران ما که برادران و خواهرانمون در زندان. و یکی از هدفهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم در این مرحله هر چه زودتر آزاد کردن این برادران از زندان و اسارت و خویشاوندان آنها از گروگانی حکومت است. این طفلان و نورسان و پیرمردان و زنان را باید از گروگانی آزاد کرد. با راه‌های مصالحت آمیز، با راه‌های قانونی، با رساندن این درد ملت به سازمان‌های بین‌المللی، به جامعه بشری، به هر کسی که گوش شنوا دارد، ضمیر دارد، قلب دارد. و الحمدلله زحمت‌های شما نتیجه داده ایستادند. امروز جهان آگاه شده ایستاده است که در تاجیکستان چی دارد می‌گذرد. قبلا هیچ کس از تاجیکستان خبر نداشت. امروز تمام جهان و رسانه‌ها تقریباً می‌دانند که تاجیکستان گرفتار یک مشکلی عظیمی هست با نام دیکتاتوری، با نام فساد، کروپسیا، ظلم و سوال با وجود میاد اگر واقعاً حکومتداران کشور، محترم مسئولین، مفتشین، دستاندرکاران، شما اگر کمترین اعتقاد به این تهمت و بهتان خود به این حرفایتان می‌داشتید، حداقل محکمه این برادران را آزاد می‌کردید، در حضور مردم می‌کردید، در حضور روزنامه‌نگاران و کارشناسان و وکیلان حقیقی می‌کردید. شما که دلیل داشته باشید، برعکس به منفعت شما هست که در حضور مردم، رسانه‌ها اثبات کنید که سید عمر حسینی یا محمد علی حییت یا با سفارش رئیس حزب از استانبول اینها در فکر تبادلات بدن. این به نفع شما است که شما این اتهامات را اثبات کنید در حضور مردم. ولی چون دلیل ندارید، خودتون به این دروغتون باور ندارید، هیچ فکت و رقم نیست، اثبات کرده نمیتوانید و انشاءالله نخواهید کرد، پس مجبور شدید که این مضحکه رو، این سپکتاکل رو پس درهای پوشیده با ساختکاری بگذرانید تا اینکه سیرتان آشکار نشود از ملت، از مردم. اگر ما متهم هستیم، ما گناهکار هستیم، ما از ملت خود شرم نداریم، بیاید در نزد ملت ما رو محاکمه کنید. ولی شما شرمنده هستید، شما متهم هستید که میترسید که محمد علی حییت، سید عمر حسینی، سیف الله زاده، ظرفا، عبدالقهار، قیام الدین و دهها برادران و خواهران دیگر تمام این دعواهای دروغ شما را یک به یک رد خواهند کرد و اثبات خواهند کرد که این تهمت و دروغ است.